درود بک سر خوش اومدید. بیاین ویدیو اسم علیرضا و در این ویدیو امروز اومدیم هم با یک ویدیو جدید بعد از یک ماه، البته بجز اون ویدیوی آموزش GTA که اونم باز یک ماه قبل رکورد کرده بودم و ادیتش هم همون یک ماه قبل انجام دادم و کلا این مدارس که شروع شد واقعا فشار سنگینی گذاشتون و اصلا کلا رکورد نتونستیم بکنیم. بعد اومدم رکورد کنم، هی میومدم رکورد کنم به بعضی وقتا بعد نمیشد. یه بارم که شد رکورد کردم OBS ویدیو رو سیو نکرد، نمیدونم چرا و الان امیدوارم سیو شه، یعنی ببینید این ویدیو یعنی سیو شده ویدیو و همه چی خوب پیش رفته. خب اومدیم با مپ هارد کرش و اومدیم با چالش. در این چالش اینطوریه که اومد حاج. خب این چالشمون خدا صبر بده. این چالش اینطوریه که خیلی سرعتش کم. میخواستم از بالا بهتون نمایی از این مپ نشون بدم ولی خب متاسفانه نمیره بالا، ولی خب اشکال نداره، یه دمو الان با این ماشین بهتون نشون میدم. این مپش اینطوریه که میریم جلو، داریم میریم جلو، بعد یهو میافتیم پایین، بعد میریم جلو، باز میریم جلو 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 جلو، بعد دوباره میافتیم پایین. آره این کلا اینطوریه. آخ 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 و اینطوری هر چقدر پیش بریم تا جایی که دیگه ماشینمون دیگه استاپ کنه. میبینی که داره الان بنده خدا کم میاره. آره این الان پشتش کند و مثلا دیگه یه جایی میبینی کم میاره و اینطوری میشه و اینجا مثلا این باخت الان. آره ولی امروز اینجا اومدیم با یه سری شرکت کننده ها که عبارتند از پراید قدیمی، پراید نیمه جدید، پراید دیفرانسیل عقب مدل آمریکایی خیلی جدید و از این قبیل ماشین ها و کلا سوپرا و چه میدونم اتوبوس و همه اینا. آره خب ما اول با این پراید خیلی قدیمی شروع میکنیم که انواع اقسام داره، انواع اقسام مدل ها داره و این نمیدونم که حقیقتا اینا نمیدونم چه، ولی اینو معمولیشو میخوام بردارم. این what the fuck آنتنه این چیه آقا؟ این این احتمالاً چیز دیگه، هوا واسه هوای ماشینه، یعنی این ماشین میتونه در واقع شنا کنه. بریم آقا تست شنا، اونور که آب نیست، این کدوم ور آب؟ اگه آب باشه براتون تست شنا میذارم با این ماشین. آقا فکر کنم آقا این ما داریم از چالش خارج میشیم ولی خب اشکال نداره، میخوام تست کنم ببینم آقا این ماشین غرق میشه نمیشه، چطوریه موضوع. این مپ غیر از اون تیکاش که میافتادیم پایین بزرگتره، یعنی غیر از اون چیزای بیشتری هم داره ولی خب هنوز نرفتم ببینم، حقیقتا امروز ریختم مادو. آقا یه روبی داریم حرکت میکنیم، این مسیر تمام نمیشه مثلا که سر همین برمیگردیم اینجا ادامه چالنجمون. خب اولی ماشین پراید خیلی قدیمی، من به این ماشین اعتماد زیادی ندارم چون که این قدیمیه ولی پراید فقط مدل میانیش به نظرم بهترینه. ای وای ای وای ای وای این به نظرم این دست خر مقدس داره ما رو منحرف کنه که دیگه چپ شد دیگه، همین تمام شد. این ماشین باخت، کاملا واضحه که این ماشین باخت. اصلا من میدونستم من نمیتونم، اصلا از اولش میدونستم نمیتونم. ماشین رو دوست دارم پراید دیفرانسیل عقب آمریکایی خیلی جدیدمون رو تست کنیم چون خیلی وقت سوار این ماشین نشدم من حاجی. این ماشین خداست، ماشین خدا. البته که مدل معمولیش به زور داره راه میره. حاجی دلم تنگ شده بود واقعا، اصلا لذت داره این پراید، لذت داره به جای حرمت. این داره کم میاره آقا، این داره کم میاره، ساعتش داره کاهیده میشه. کاهیده شد داره داره شتاب میگیره. آقا شتاب گرفت. ای وای این خریت خودم بود. کج رفتم دیگه، من کج رفتم وگرنه این واقعا ادامه میداد. واقعا پراید خوبی هستی با تمام. آقا وایس یه لحظه، وایس استاپ با من سخنرانی کنم مثلا. این واقعا ای بابا واقعا پراید خوبی بود. ما ای بابا آقا در کل واقعا پراید خوبی بود. به احترامت یک ثانیه سکوت. یک ثانیه تمام شد. آقا پراید مدل وسطمون و آخر ویدیو یا حداقل بعد اینا تست میکنم چون خیلی کنجکاوم بدونم این چیه. میدونی شباهت خیلی زیادی داره به ماشین سه‌چرخه ولی یه ذره سایزش بزرگتره و همینطور اینکه برچسب رو روش نمیدونم چیه. اصلا داخل ماشین برم به حداقلش اینه که میری تو ماشین دیگه نمیبینی کجا داری میری، یعنی داری میمیری خود نمیدونی چجوری داری میمیری و میافتی پایین اینجوری میشی. بچه سایز معمولی این ماشین اگه بخوام بهتون نشون بدم اینه. من فکر دارم آقا هر دو تاشون رو با هم استارت میزنیم ببینیم کدومشون بیشتر میرن. نه درست میگم؟ آقا بریم بابا. وای رفت اون بابا، سرعتش بیشتره، اون حجم لاستیکایی که اون داره کج میره. اوه شت
حداقلش اینه که از این بیشتر رفت. ماشین بعدمون چیزی نیست جز، مطمئنم نمیتونید حدس بزنید، گربه. به اگه بخوام بهتون با جزئیات نشون بدم اینه. گوچه تاریکی گربه حاجی. یه تو روشنش کن. ببین ما اینجا جادوگری میکنیم خب، ولی واقعا سیبیلای کلوف داره. ماشاءالله واقعا حرکت هم نمیکنه بنده خدا. یه قوس خیلی زیبایی داره کمرش، یه قوس واقعا زیبایی داره. و واسه تو کامنت ها بنویسید آیا این گربه واقعی یا کیکه. من که میگم این کیکه. الان میخوایم تستش کنم ببینم یا واقعی یا کیکه. یاد دیگه دارن با چی میخواد تستش کنی؟ با چه میدونم مثلا دستگاه پره؟ نه. تشک بادی؟ نه. رمپ؟ نه. یخچال؟ نه. با بمب اتم میخوام تستش کنم ببینم یا واقعی یا کیکه. چجوری الان مثلا اینو پرتش کنم بالا؟ ترکی هیچیش نشد، واقعی بود آجی. واقعا تاثیرگذاره. نگید اکی نترکید نکن. اوه گربه‌مون آجی، گربه‌م واقعی نیست، کیک بود. دیدی گفتم کیکه، واقعی نیست. این خم شده الان. قوس کمرش بنده خدا تبدیل شده به هاچبک. یه ذره پهن بود الان جمع‌تر شده. آقا از گربه واقعیمون که بگذریم، میخوام روش تست کنم چون زورش هم خیلی زیاده و همونطور که اینجا دیدم یک عدد V8 داره روش به طور معمولی، یعنی V8 روش نصب یه V8 6.9 لیتری و میخوام ببینم که آیا اگه ما یک عدد سنگ 6 تنی بندازیم روش بازم میتونه مسابقه رو ببره. چون من خیلی مغزم کار میکنه وارد ادیت مود میشیم و امیدوارم که الان ساعت دوربین واقعا رفت بالا. الان میتونم بهتون کل مپو نشون بدم. کل مپ همینه، یعنی واقعا ما اینجا میریم اینجوری میپریم بالا پایین و اینجوری تمام میشه. چقدر ویدیو هیجان انگیز. لطفا ویدیو رو نزن به تا اینجا. اگه دیدی حتما خوشت اومد پس بقیه‌اش هم ببین و لایک کن و ساب کن. به همین تو کامنت ها واسم یه کامنت انرژیزا بنویس ببینم آیا ادامه این چالش رو بذارم واسهتون توی BeamNG یا نه. خداییش کدوم کانتنت کریتوری میاد واسهتون اینجوری ویدیو میگیره؟ بیاد اینجوری سنگو واسهتون برداره، اینجوری بذاره رو ماشین، اینجوری اینطوری کنه. اینا خیلی کارا، اینا برنامه‌نویسی همش. من دارم برنامه‌نویسی میکنم. ناکن ببین اینا رو خود بازی نداره که من الان وارد پوشه چیچی بازی شدم و الان دارم واسهتون همه اینا رو از طریق کد نویسی انجام میدم. اینا فکر نکنید اصلا با یه دو تا کلیک موس ساده، نه آقا اینا همه کد نویسی داره. الان تست کنیم میبینیم که این اینجا بعد دیگه اینجا اسپام میشه و یه ذره احساس میکنم حقیقتا زورش نرسه. میدونید بچه پیام بازرگانی ببینیم. بعد از دیدن پیام بازرگانی به زور داریم میرسیم. آقا صلوات بفرستید اللهم. یه فکر دارم فکرم واقعا عجیب. الان زمان متوقف شده. اگر این ماشین بخواد این سنگ 6 تنی رو از اون بغل عبور بده و بیاندازه پایین، طبق تحقیقاتی که من کردم با وجود اینکه فاصله ما تا قتلگاه 6 متره و همینطور یک سنگ 6 تنی هم به همراه داریم، به همراه یک موتور 6 لیتری V6 که نه V8، پس ما باید حداقل سرعت 100 مایل رو داشته باشیم تا بتونیم از اون قتلگاه عبور کنیم. پس به خاطر همین ای بابا اینجا رو شما نادیده بگیرید. گفتم سرعت 100 مایل داره. اوه این نصفش کنده شد. خب اشکال نداره، داره ادامه میده. وای آتیش گرفت. اشکال نداره، داره ادامه میده دیگه. ادامه نمیده خودش دیگه. خار مادر ما. وای آتیش گرفت. ماشین بعدی. شاید دیگه این چک اینجا سانسور کردی. خفن ترین چیزی که تا دو عمرتون دیدید. اتوبوس دو طبقه لو ندن دیگه آجی، لو ندن. ماشینی درنده به همراه دو تا اینا حقیقتا جت پک، دو تا جت پک نایتروکس مود فعال به همراه یه دونه سپر خیلی محافظتی و این چیزی نیست جز یک اتوبوس دو طبقه. بله اینجا ما تیو که بزنیم اتوبوس شتاب میگیره و آره به نظرم این دیگه همه رو میبری داره این نیتروژنش تمام میشه. این در واقع این چیزاش نمیدونم چیاش. اوه وای شداجی. آ یه داره لگ میشه. وای بدبخت. وای شد. اوه نو من
کتلت شد، یعنی پخ شد اصلا اتوبوس. حرکت میکنه، چرا باید حرکت کنه وقتی که هیچ چیش نمونده خداییش؟ ولی اگه مثلا داخل شوت نشون بدن واقعا مرگتون باید بریزه دیگه. این چیز خفنیه. ببین الان نیترو که فعال میکنی ناگهان زیز وای حاجی. فکر کنید نشستی تو اتوبوس و داره اتوبوس پرواز میکنه. خب داریم میریم اردو. هیچی معلوم. اوه شیت الان ما کجاییم؟ الان ما در واقع نیست و نابود هستیم، هیچ نیستیم ما الان. به انتهای ویدیو نزدیک شدیم و به عنوان آخرین ماشین من میخوام پراید رو تست کنم و ببینم با پرایدمون میتونه کل مسیر رو بره. البته که این پراید معمولی نیست، این پرایدیه که گربه واقعی روش قرار داره و میخواد رانندگی کنه. اصلا میذارمش توی ماشین. میخواد توی ماشین رانندگی کنه، حرکت نمیکنه. نه بابا بازیو پاس کردم، میگم حرکت نمیکنه. گربه واقعیمون توشه. بعد این گربه‌مونه. خب آقا بریم. جیزس گربه رفت با رفت صندوق داره میره صندوق رفت تو صندوق. از در صندوق باشه گربهمون پرت میشه بیرون. کفش چرا این شکلی گربه؟ این چی بود من دیدم؟ فعلا که داره همه ماشینا بهتر میره، یعنی واقعا حدسا درست بوده. من دروغ به شما نمیگم، من حدسام همیشه درسته داداش. این حدسای من همیشه درستن. واقعا پراید داره دوام میاره. فقط داغ کرده. من نمیدونم اگه خیلی داغ کنه چی میشه. در صندوق باز شده ولی گربه واقعیمون نمیافته پایین. تا اینجا ویدیو اومدی به خاطر پراید و گربه واقعی هم که شده، ساب کن، لایک کن و این ویدیو واسه دوستات بفرست، حمایت کن. چیز چنلمون افتاده پایین. این چند وقتی که نبودیم چیز چنل اومده پایین و همونطور که میبینی گربه کاملا به صورت واقعی نقل مکان میگه این شکلی شده. آره همین چیزی من چیز چنلمون اومده پایین و ویدیومون زیاد ویو دیگه نمیگیره. اون ویدیو آموزش ویو زدن گرفته و ماشینمون هم از بین رفت. دیدی؟ بله اون گربه واقعیمون هم اینجا ناش. سالم واقعی. لطفا ساب کن، لایک کن، این ویدیو واسه دوستات بفرست و چیز چنلمون بره بالا دیگه. آره دیگه برسی که ویدیو دیدی تا ویدیو دیگه. البته ایده داری از کامنت بنویس واسه ما. هر بازی که بگید من سعی میکنم که اگه تونستم واسهتون بذارم، اگه حجم زیاد نباشه دانلود میکنم میذارم و از اینجور کارها. و مرسی که ویدیو دیدی تا ویدیو دیگه. بدرود.